وجه اشتراک رافضه با مشرکین یونان باستان. فلسفه شرک یک فلسفه ویژه‌ای بوده که از قدیم الایام رایج بوده. گفتند و یا در بعضی منابع نوشتند که ریشه این تفکر در یونان بود، یونان باستان. آنها قائل به 12 رب النوع بودند و هر قسمتی از امور عالم رو به دست یکی از اینها می‌دانستند. خدای باد، خدای آفتاب، خدای آتش و امثال اینها. بینندگان عزیز، ملاحظه نمودید که این کارشناس شیعه به این اذعان نمود که فلسفه شرک ریشه‌اش به یونان باستان برمیگردد. اما وجه اشتراک یونانیانی که قائل به 12 رب النوع بودند با شیعه که قائل به 12 امام، البته با ویژگی و صفات خدایی هستند، چیست؟ شیعه 12 امامی اعتقاد به 12 امام و منصوص بودن و معین شدن آنها از طرف الله متعال را دارند. اما کاش فقط این ائمه را با صفات انسانی و به عنوان امام یا پیشوای دینی قبول داشتند. شیعه قدرت‌های خارق‌العاده‌ای که اصلاً باور کردنی نیست و صفاتی را که مخصوص الله متعال می باشد به ائمه نسبت می‌دهند. چنانکه در کلیپ‌هایی که از این شبکه تاکنون پخش شده است ملاحظه نمودید. برای مثال به این کلیپ‌ها توجه نمایید. تناقضات آیت الله قزوینی. آیت الله قزوینی میگوید ائمه علم غیب میدانند و امام رضا قبل از تولد من میدانست چه ساعت و چه دقیقه و چه ثانیه‌ای از او حاجت میخواهم. و این که گفتن آیا ائمه علیهم السلام از حاجات ما اطلاع دارن یا ندارن، عزیزم اگر نظر شیعه را میخواهید، نظر بنده را میخواهید، بله ائمه علیهم السلام، آقا امام رضا که من امروز بخوام برم حرمشون از حضرت حاجت بخواهم، نه تنها الان حاجت منو میداند، بلکه قبل از آن که من به دنیا بیام، قبل از خلقت من، امام رضا میداند که من روز فلان، ساعت فلان، دقیقه فلان به حرم او میروم و این حاجت را از او خواهم خواست. به اذن الله تبارک و تعالی ائمه علیهم السلام از آنچه که بر قلوب مردم به ویژه شیعیان میگذرد آگاهی دارند. اما شگفت انگیز است که آیت الله قزوینی که ادعا می کند ائمه علم غیب می دانند میگوید فرماندهان و یاران ائمه به آنها خیانت می کردند. معصوم اگر در رأس حکومت هست فقط مسئول کار خیش هست. این همه امیرالمومنین افرادی رو نصب کرد و اینها خیانت کردن. خود آقا امام سجاد سلام الله علیه، امام حسن مجتبی، امام معصوم، این همه تا فرماندهانشون خیانت کردن. اینا نمیدونم اصلا مثل این که از اسلام رو، تاریخ اسلام و معارف اسلامی رو خبر نداره. جناب آیت الله قزوینی، چنان که همه میدانند این واقعیت به تواتر ثابت شده که متاسفانه مذهب شیعه پر از دروغ و تناقض است و علمای شیعه جز دروغ پردازی و تناقضگویی مشغله دیگری ندارند. اما از شما انتظار نمی رفت که با این همه ادعای گزاف مبنی بر بحث و تحقیق علمی با دروغ و تناقضگویی مردم را سرگرم کنید. کاش شما خود را ملوث نمی کردید. اما گویا این از خصوصیات مذهب شماست و شما هم حرف دیگری برای گفتن ندارید. شما در اینجا ادعا می کنید ائمه علم غیب می دانند و امام رضا قبل از ولادت شما می دانسته چه ساعت و چه دقیقه و چه ثانیه‌ای از او حاجت می خواهید. چگونه در جای دیگر می گویید ائمه فرماندهانی را تعیین می نمودند اما فرماندهانشان به آنها خیانت می کردند؟ مگر ائمه که به ادعای شما قبل از ولادت شما از احوالتان باخبر هستند نمی‌دانستند که فرماندهانی که تعیین می‌کنند خیانتکار و جنایتکار از آب در می‌آیند؟ و یا این که می‌دانستند و با وجود این پست‌ها و منصب‌های بزرگی را به آنها می‌دادند؟
آدم دروغگو کم حافظه هم هست. آدم دروغگو کم حافظه هم هست. آدم دروغگو کم حافظه هم هست. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. بگو من برای خودم مالک هیچ نفع و ضرری نیستم مگر آنچه الله بخواهد و اگر غیب می دانستم سود بسیاری برای خودم فراهم می ساختم و هیچ زیانی به من نمی رسید. من برای مؤمنان تنها هشدار دهنده و مژده رسانم. شرک مداح و معرفی علی رضی الله عنه. علی کیست؟ علی کیست که حق نیز بود مد سرایش؟ از آن دم که خدا بود علی خلق شد و آل ابایش صفا داده به عالم ز صفایش خدا خلق نموده است جهان را ز برایش. علی کیست که افلاک همه سجده نموده است به پایش شده غش به روی درب بهشت این سخن از خط خدایش شود داخل آن هر که بود در دل او مهر و ولایش. علی عشق و دلها غم کی معتکف صحن و سرایش خدا باید از او خواند و از مدح و ثنایش. من ذره دریدم دل خود را به هوایش مگر بال زنم طالب ایوان طلایش. بینندگان عزیز، زیاده روی در هر امری نکوهش شده است و متاسفانه امروزه غلو نسبت به ائمه اهل بیت به اوج خود رسیده است. حال افرادی در این میان هستند که قائل به این زیادگویی ها نبوده و نیستند و همچنین غالیانی هستند که در این راه از هیچ گونه یاوه‌گویی ابایی ندارند. این مداح هم که به حدی زیاده روی می کند که می گوید خدا باید از علی و مدح او بخواند. حال به نظر شما آیا این نوع از غلو و زیاده روی همان نیست که خود علی رضی الله عنه در مورد آن در حکمت شماره 461 نهج البلاغه و بسیاری از روایات دیگر چنین فرموده است که هلک فی رجلان محب غال و مبغض قال، دو نفر به خاطر من هلاک می شوند، یکی دوستدار زیاده رو و افراطی و دیگری بدبینی که تنفرش را اظهار می کند. رسولان اولوالعزم نمک خورده جود و کرم حیدر کرام، امیری و دلیری و همه کاره خلقت شدن اینها، همه یک کار کمه حیدر کرام. و این مرد علی باشد و عالم به کف اوست، خدایی شدن
هستی هدف اوست، همه آبروی اهل سما از شرف اوست. بدانید همه مرکز عالم نجف و این مرد علی باشد و عالم به کف اوست. خدایی شدن عالم هستی هدف اوست، همه آبروی اهل سما از شرف اوست. بدانید همه مرکز عالم نجف اوست. بینندگان عزیز، ملاحظه فرمودید این مداح که پا را از گلیم فراتر گذاشته و به خیال خودش دارد از علی رضی الله عنه تعریف می کند چه گفت؟ رسولان اولوالعزم نمک خورده علی رضی الله عنه و همه کار شدن جهان کار کوچک علی و همه عالم به کف علی است. صفاتی را برای علی رضی الله عنه ذکر کرد که با این حساب باید نعوذ بالله الله دیگر کاری به عالم و کار دنیا نداشته باشد. همه کار را علی رضی الله عنه می کند. شما خودتان فکر کنید گستاخی تا این حد مگر شرک شاخ و دم دارد؟ این اگر غلو و زیاده روی نیست چیست؟ در خطبه شماره 127 نهج البلاغه چنین آمده است که علی رضی الله عنه فرمود: سیهلک فی صنفان محب مفرط یذهب به الحب الى غیر الحق و مبغض مفرط یذهب به البغض الى غیر الحق و خیر الناس فی حالا النمط الاوسط فالزموه. دو گروه در حق من هلاک می شوند: دوستدار زیاده رو که محبت او را به طرف غیر حق می کشاند و بدبین زیاده رو که بغض و کینه او را به طرف غیر حق می کشاند. و بهترین مردم در حق من گروه میانه رو هستند. این گروه را پیروی کنید. نوشته شده بر عرش خدا با قلم حیدر کرار. خدا خلق نمود از جهان را ز غبار قدم حیدر کرار. از آن روز که حق بود در عالم شده برپا علم حیدر کرار. بود خشم خدا بر لب تیغ دو دم حیدر کرار. رضای دل حق از سر لبخند علی باشد و غمگین شود از درد و غم حیدر کرار. سخنان این مداح نه تنها با آیات و احادیث بلکه با منطق هر انسان عادی نیز مغایرت دارد. این آقا میگوید که خدا جهان را از غبار قدم علی رضی الله عنه خلق کرده است. آیا این با شعور انسان ساده سازگار است تا چه رسد به روشنفکران دینی و کسانی که در مسائل اعتقادی و دینی کارکشته هستند؟ آیا این سخنان کفرآمیز اعتقاد انسان را زیر سوال نمیبرند و ایمان را به خطر نمی اندازند؟ مگر می شود از روی محبت هم که شده به کسی صفات الهی داد؟ در حکمت شماره 461 نهج البلاغه از علی رضی الله عنه روایت شده است که فرمود: یهلک فی رجلان محب مفرط و باهت مفتر. دو نفر در حق من هلاک می شوند: دوستدار زیاده رو و بهتان زننده دروغگو. خودتان قضاوت کنید که آیا این مداح که این کلمات شرکالود را زمزمه می کند از جمله همان افراطی ها نیست؟ قضاوت با خودتان. از تلویزیون مثل شبکه ولایت
مثل شبکه سامن، شبکه سلام 2، شبکه سلام 2، شبکه سلام 2. برای شما اینها اگر یک شعر قلوبی بخوان چیز کنن، ما پاسخگو هستیم عزیز من نسبت به اینها رسما دارم اعلام میکنم. یا شبکه ثقلین، شبکه المعارف، اینها که در رأسش از روحانیون متدین و باسواد و فاضل هست. حال خودتان قضاوت کنید که آیا این صفات را به ائمه دادن درست است و آیا اصلا ائمه انسان بودند یا نعوذ بالله خود الله؟ و آیا این وجه اشتراکی بین مشرکین یونان باستان و شیعه‌ای که معتقد به ائمه با چنین صفاتی هستند نیست؟